درود به همه دوستای خوبم. محمدم، به کانال میما آکادمی خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم توی 1 دقیقه کلمه‌هایی که مربوط به اداره مهاجرت هست رو با هم چک کنیم. خیلی وقتا این کلمه‌ها رو شما بلدین ولی ممکنه یک کوچولو اشتباه تلفظ کنین، یا میدونین این کلمه رو ولی معنی فارسیش رو دقیق متوجه نمیشین چیه. هدف این ویدیو دقیقاً همین مورد هست. 1 دقیقه وقت میگیریم و با هم این کلمه‌ها رو با هم چک میکنیم. 1 دقیقه وقتمون شروع شد. اداره مهاجرت، کوئستورا، اجازه اقامت، پرمسو دی سوجورنو، تمدید اجازه اقامت، رینووو دل پرمیسو، اداره پست، پست ایتالیانه، فرم، مودولو، فرم درخواست، مودولو دی ریکیستا، مودولو دی ریکیستا، پر کردن، مثلا میگن این فرم رو پر کن. کمپیلاره، اثر انگشت. ایمپرونتا دیجیتاله، کد مالیاتی. کودیچه فیسکاله، وقت قرار منظورمه. اپونتامنتو، رسید بانکی، یعنی شما میری بانک وقت میگیری برای پرمسو، کیت پرمسو رو میبری و به شما یه رسیدی میدن. لا ریچووتا. عملا اداره پست رو برای این آوردم که شما اون کیت پرمسو رو که میخوای ارسال کنی، این حالا شاید کسایی که ایران باشن ندونن، عملا یه دفترچه‌ای هست که توی پاکت قرار گرفته، بهش میگن کیت. این رو باید پر کنن و ارسال کنن برای اینکه درخواست اجازه اقامت بدن. بعدش یه مراحلی داره به میگن کیت. این کار رو اداره پست انجام میده که بهش میگن پست ایتالیانه. وقتی شما مدارکی گفتن رو آماده میکنی با این کیت، میری اداره پست به همراه یه مدرک شناسایی که پاسپورت هست، اونجا چک میکنه همه مدارک رو. یه مقدار پول باید پرداخت کنین، پرداخت میکنین، همه کارش که انجام شد این رو کارش رو انجام میده و اون مأمور میفرسته به شما یه رسید میده. به این میگن لا ریچووتا. حالا بعد که همه کارها انجام شد، شما میری اداره مهاجرت، باید اثر انگشت بزنی. ایمپرونتا دیجیتاله میگن. اون وقتی هم که بهتون میدن اپونتامنتوه. کلمه مودولو هم که هم توی بانک به کارتون میاد، هم توی اداره پست، هم توی کوئستورا، هم حتی مثلا وقتی دانشگاه بخواید ثبت نام کنین به کارتون میاد. امیدوارم این کلمه ها توی زندگی روزمره شما کاربرد داشته باشه. اینه که من توی ویدیو گفتم. اگر دوست داشتین این ویدیو رو حتما لایک کنین و نظرتون رو برام بنویسید. توی ویدیو بعد میبینمتون.